سرزمین مادریم و ایران شد و کلگی ما ماتمیم. افغانستان سرزمین جنگ و فلک، از خاطر زنمون نشدیم که تو پرک. افغانستان گرگ زخمی و ناتوان شده اسیری دوتا آدمی نادان و به ایمان. افغانستان آشیانه داری یا نه؟ پناه میبری تو به همسایش گیرانه. هزار و یک گله دارم خدا از تو از این دنیا. چرا مردمی ما کشته میشه در قندوز بگونا؟ چرا هنوز در دیلی کابل میشه انتحاری؟ چرا در بین مردمم نمانده هیچ اتحادی؟ چرا نمانده دیگه اعتماد بین برادری؟ چرا بین زن و مرد نباشه حق برابری؟ یک عالمه سوال چرا در دل مانده؟ خدایا افغانای دلش در آبادی تنگه. افغانستان سرزمین مادریم و ایران شده کلگی ما ماتمیم. افغانستان سرزمین جنگ و فلک، از خاطر سنمون نشدیم که تو برک. افغانستان گرگ زخمی و ناتوان شده اسیر دوتا آدمی نادان و بی‌ایمان. افغانستان آشیانه داری یا نه؟ پناه میبری تو به همسایش گیرانه. از شیعه و سنی بگی تا تاجیک و هزاره، از آدمی پریصدار تا آدمی بیچاره. کلگی ما یک دین و یک کتاب داریم ولی باسکتی یک دیگه دشمنی داریم. دیگه گفای ما از در تر شده، طالب کم بود حالی داعش پیش شده. روزی 100 تا به گناه جانش گرفته میشه. دختر در حرم خودش برش تجاوز میشه. پدری که تنها نالو بر از او خسته میشه. مادری که بعد مرگ اولاد شکسته میشه. 35 سال جنگ دگب خلاص نمیشه. مسکینایی که میکشن و کفن نمیشه. مردمی مسلمانی نیست، توهین به خداسته. در کدام کتاب گفته که آدم کشتن رواسته؟ در کدام کتاب گفته که هزار کافر هسته؟ سرش میزنن